به نام خدا، مرتضی محسنی هستم، بنیانگذار سبک بین المللی تاپ فایتر MMA. تکنیکی که ما گفتیم میگیم الان تا کنون هیچ رشته رزمی نه تنها در ایران بلکه کل جهان نگفتن. تکنیک رو ساعته. قبلا هم ما گفتیم این تکنیک در مؤسسه رزماوران وارسته کارشناسی شده و کامل دقیق. تکنیک رو ساعته. طرف مقابل رو 12 وایستاده، من رو ساعت 6 وایستادم. ضربه ای که طرف مقابل میخواد بزنه، پا میخواد بزنه، من میام رو ساعت 3 یا اینکه میام رو ساعت 2 اومدم کامل تو دل حریفم، طرف مقابلم. از همینجا میتونم ضربه بزنم، از دستش میتونم ضربه دست بزنم، بک بزنم کامل اینور، یا اینکه میام رو ساعت 9 ضربه ای که میخواد بزنه